هر جا این پلاک رو دیدی فرار کن. 26 ت 874 اپیزود اول. پلاک 26 ت 874 یه 206 سفید که هیچ کس نباید نزدیکش بشه. توی پرونده های تاریک ایران اسم این ماشین زیاد تکرار شده. ماشینی که طبق گزارش ها 10 سال اسقاط شده ولی هنوز شبها تو جاده امامزاده داوود دیده میشه. ماجرا معمولاً از یک صحنه شروع میشه. جاده خلوت، سکوت کامل و یه 206 سفید کنار پیچ با کاپوت بالا. راننده ها میگن اولش همه چیز طبیعی به نظر میرسه، اما وقتی نزدیکتر میشی میبینی هیچ کس پشت فرمون نیست، نه حرکتی نه سایه‌ای، هیچی. بعضیا میگن پشت ماشین یه سایه بین درختها حرکت میکنه، آروم، دقیقاً همزمان با خاموش شدن صدای باد. اما ترسناکترین بخش ماجرا اینه، خیلیا بعد از رد شدن از کنار این 206 حس میکنن یه نفر داره تعقیبشون میکنه. سایه ها رو میبندن، حضورش رو حس میکنن، اما هر بار که تو آینه نگاه میکنن جاده کاملا خالیه. میگن هر کی زیاد نزدیک این ماشین شده بعدش یه جور سکوت عجیب اطرافش افتاده، انگار کل جاده چند لحظه خاموش میشه. اگه یه شب اون مسیر بودی ماشین 206 سفید دیدی، بچگی نکن، نزدیک نشو، چون هیچ کس نمیدونه رانندش کیه، یا اصلاً هنوز زنده است یا نه. اگه میخوای قسمت دوم دارک کیسز ایران رو بسازم، فالو کن، این فقط شروعشه.